2 ماه بعد از توافق هسته ایران و گروه 5+1 یکی از بیانات رهبری به شدت بازتاب پیدا کرد. شنیدم صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. حالا بعد از 25 سال فکرش میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. اما این تنها پیشبینی از پایان عمر رژیم صهیونیستی محسوب نمیشه. 19 اردیبهشت 97 خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای از عبدالله حسینی مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر کرد که به گفته خودش در کتابی با انجام محاسبات ریاضی بر اساس قرآن زمان نابودی رژیم صهیونیستی رو پیشبینی کرده. او همچنین گفته بود که در دیداری با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان این موضوع رو براش بازگو کرده بود. به نقل از این دیدار، پس از جنگ 33 روزه سال 2006 پروژه نابودی اسرائیل آغاز شد و حدود 20 طرح در این رابطه آماده شد. بنا به جمع و تفریق‌های صادر و بر اساس تحلیل عبدالله حسینی، برخی معتقدند که تا سال 1404 میشه شاهد پایان حیات رژیم صهیونیستی باشیم. در این حال روایت اصلی مخصوص به خود اسرائیلی هاست. اونها بر این باورند که عمر اسرائیل بیش از 80 سال نخواهد بود. این یعنی بر مبنای باور سنتی یهود حکومت رژیم صهیونیستی نهایتاً تا سال 2028 میلادی میتونه ادامه داشته باشه. گفته میشه در گذشته هم رژیم‌های سابق یهودی بیش از 80 سال دوام نیاوردن و سقوط کردن. شاید براتون جالب باشه اگر بدونید که عدد 80 سال با روایت‌های قرآنی هم همخوانی داره. یک پژوهشگر دینی میگه قرآن می‌فرماید طول عمر یک ظلم مستمر بیش از 1000 ماه نخواهد بود و در نهایت قدرت و سلطنت آن از بین خواهد رفت. اشاره‌های قرآنی به نابودی اسرائیل البته کم نیست. قرآن در سوره اسراء آیه 4 به بنی اسرائیل میپردازه و میگه ما به این قوم خبر دادیم که شما 2 بار بر زمین فساد خواهید کرد و بار دوم به نابودی همیشگی شما خواهد انجامید. در آیه 5 همون سوره هم اومده گروهی از بندگان شجاعم را میفرستم تا شما را از اورشلیم بیرون کنند و این حتما رخ خواهد داد. امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بدانند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید. و حالا مسئله اصلی ما همون ظهور یک منجی، همون کسی که تمام ادیان مختلف انتظار اومدنش رو میکشن و یهودیت هم از این مسئله مستثنا نیست.